میگه ما میخوایم مذاکره کنیم. تو اگه اهل مذاکره بودی چرا این غلطا رو میکردید؟ میگه من دلم نمیخواد، ولی تمام راه ها رو در تمام زمینه ها میخواد ببنده، دارو رو، غذا رو، آب رو. غافل از این که یک عمر داره از این کارها میکنه. اگه میتونستن که تا حالا کرده بودن. مردم عزیز ایران، مشکل اگر هست ما مدیرانیم، ما به شما قول میدیم با تمام وجود در مسیر شهدا با رهبریت مقام معظم رهبری دست در دست هم تلاش خواهیم کرد تبعیض رو، بی‌عدالتی رو، فقر رو و مشکلاتی که وجود داره رو با همراهی و همدلی تولید کنندگان، صنعتگران، دانشمندان، اقتصادیون مملکت دست به دست هم خواهیم داد و این مشکلات رو به حول قوه خدا با رهبریت مقام معظم رهبری با قدرت حل خواهیم کرد.